تاریخ شفاهی افغانستان با پروفسور میر محمد امین فرهنگ. در این جلسه اگر لطف کنین در مورد مشکلات که فراراه دموکراسی در افغانستان رو صحبت کنین ممنون میشم استاد بزرگوار. اولین واقعی که رخ داد بعد از تکمیل قانون اساسی و انتخابات و دایر شدن و افتتاح پارلمان دوره 12 در خدمت دانشمند شناخته شده افغانستان، اثرگذار در فرهنگ و تاریخ افغانستان. در اثر این حادثه متاسفانه که پادشاه افغانستان که مبتکر اساسی همین نظام جدید بود و هر ملتی که تاریخ خیش را دقیق و درست بداند میتواند راه آینده خیش را به خوبی. تعداد دیگر که به شمول خود دکتر یوسف خان اونا میگن که نه، ما کدام فشاری از طرف پادشاه سر ما نامد که خود دکتر یوسف خان بود که به اراده خود خواست که استعفا بده، یعنی منافع شخصی خود را پایین‌تر قرار داد نسبت به منافع ملی. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. به نام خدای علم و دانش. تاریخ حکایت سرگذشت انسان‌ها هست و هر ملتی که تاریخ خیش را دقیق و درست بداند میتواند راه آینده خیش را به خوبی و راحتی بپیماید. رادیو کتاب طی جلسات چند در خدمت دانشمند شناخته شده افغانستان، اثرگذار در فرهنگ و تاریخ افغانستان و از خانواده تاریخ نویس پروفسور محمد امین فرهنگ است. در این جلسه در مورد مشکلاتی که فراراه دموکراسی ایجاد شد و اشتباهاتی که تعداد از مسئولین و دولتمردان مرتکب شدند صحبت نماییم. سلام و عرض احترام خدمت پروفسور صاحب جناب فرهنگ و تشکر که با وجود گرفتاری های زیاد وقت گرانبهای خود در اختیار رادیو کتاب گذاشتین. در این جلسه اگر لطف کنین در مورد مشکلات که فراراه دموکراسی در افغانستان بود صحبت کنین ممنون میشم استاد بزرگوار. تشکر. اولتر از همه میخوایم که احترامات خود به شما و همکارانتان و همچنان به تمام هموطنانی که این پروگرام را تعقیب میکنن و در هر جایی که هستن تقدیم کنم. حالا میاییم سر اصل مطلب، اما یک نکته را میخواستم یک تذکار کوچک بدون که دیگه مرا به نام پروفسور یاد نکنید، همون نام خالی رو بگیرین، همون کفایت میکنه. تشکر. میاییم حالا سر سوال شما بدون دیگه وقت ضایع کنیم. خب دموکراسی در افغانستان آمد، قانون اساسی تنظیم شد، پارلمان، قانون انتخابات اینا تکمیل شد و به این طرف افغانستان پیش رفت که حال باید است که همون یک رکن بسیار اساسی و عمده ای که در افغانستان و در دموکراسی نقش عمده داره که عبارت از انتخابات باشه و ایجاد پارلمان باشه، به این راه قدم گذارده شود تا آهسته آهسته نظام دموکراسی در افغانستان تکمیل شود. که البته این یک بخشش پیش از اینکه این کارا صورت بگیره و پیش از اینکه این به اتمام برسه یا تکمیل شود، حوادث رخ داد که متاسفانه ضربات سنگین بر دموکراسی افغانستان وارد کرد. اولین واقعی که رخ داد بعد از تکمیل قانون اساسی و انتخابات و دایر شدن و افتتاح پارلمان دوره 12 در سال 1965 واقعی سوم اخرب بود. در اثر تصادمی که بین قوای امنیتی و یک تعداد معسولین مظاهره کنندگان صورت گرفت، یک 2-3 نفر تلف شدند و این یک حالت بسیار بحران شدید در افغانستان آورد. در اثر این حادثه متاسفانه که پادشاه افغانستان که مبتکر اساسی همین نظام جدید بود، او معنویات خود بسیار باخت و یکی از اشتباهاتی که الان همین وقت صورت گرفت که
در حقیقت حکومت را که از حکومت دوم دکتر یوسف خان بر اساس یک فرمان شاهی مجددا معذف شده بود تا حکومت قانونی افغانستان تشکیل بکنه در پرتو قانون اساسی، او حکومت استعفا داد. راجع به اینکه چرا استعفا داد نظریات مختلف است. یک تعداد میگن که خب این پادشاه بود که معنویات خود باخت و تصمیم گرفت که باید در حکومت یک تغییر بیاید، حکومت دیگه روی کار بیاید تا از شدت این حادثه کاسته شد. تعداد دیگر که به شمول خود دکتر یوسف خان اونا میگن که نه، ما کدام فشاری از طرف پادشاه سر ما نامد که خود دکتر یوسف خان بود که به اراده خود خواست که استعفا بده، یعنی منافع شخصی خود را پایین‌تر قرار داد نسبت به منافع ملی و گفت که حالی که تیراندازی شده من نتیجه گیری میکنم که جای برای کسان دیگه واگذار شدم تا این بحران زودتر از بین بره. پدرم مرحوم فرهنگ در کتاب تاریخ خود همچه خاطرات خود نشته میکنه که به مجردی که واقعی 3 اخرب رخ داد، پادشاه امو روز یک تعداد من جمله این جانبه خواست و ازشان مشوره گرفت و من برش مشوره دادم که در این موقع اساس نباید که حکومت سقوط کنه. اگر حکومت از بین بره این باز یک بحران دیگر ایجاد میکنه. حکومت را اعتماد گرفته و نه مقام سلطنت و نه پارلمان هیچ کس در این حادثه 3 اخرب مداخله نکنه در تحقیقاتش و غیره و غیره، بلکه بگذارن به سالنوالی که اونا و پلیس و اینا که این موضوع را بررسی کنن، نتایج معلوم کنن با حکومت تصمیم بدن. اما متاسفانه که تو نشد، پادشاه بسیار شدت گفت که نه، تصمیم گرفته شده که صدر اعظم تبدیل شود، آقای میرنوال به حیث صدر اعظم بیاید و تا از این بحران کاسته شود. و به هر صورت هر چه ترتیبی که بود، چون موضوع در زیاد کار نشده اما میشه چی اصلی معلوم نیست. خب به هر صورت سقوط حکومت دکتر یوسف خان یک ضربه کلان بود در دموکراسی. چرا بهتر بود که یک دوره‌ای که تمام اساسات ابتدایی دموکراسی دی حکومت در 2.5 سال ایجاد کرد، باید است که در ظرف 1.5 سال باید است که یک دوره دیگه، دوره تطبیقی همین قانون اساسی هم به مو حکومت داده میشد، چون او قانون و همه چیزها را ساخته بود، فلحاظا وارد بودند، بسیار مسائل میفهمیدن، اونا میتونن که در ظرف یک دوره پارلمانی یعنی 4 سال این حکومت و اهدافش پیش ببرن و یک بنیاد محکم برای دموکراسی ایجاد کنند که اینطور نشد و متاسفانه این تغییر آمد. آقای میرنوال وقتی که صدر اعظم شد، او اشتباه دوم کرد. اشتباهش این بود که رفت به پوانتون و تقریبا یک نوع معذرت خواست از شاگردای مکاتب، یعنی بر اونایی که یک انطباع داد که شما در حقیقت حکومت سقوط دادین و من برشان وعده داد که تمام کسایی که مسئولی واقع بودن اونا رو من شناسایی میکنم و به اصطلاح به سزای اعمالشون میرسانم، که یک چیزی بود که بلندتر از صلاحیتش و قدرتش بود و این در این زمان برای شاگردا اتر یک انطباع داد که میتونن در آینده هر وقت خواسته باشن با ایجاد همه طور بحرانات در حقیقت حکومات شکست بدن. و در عقب حادثه 3 اخرب ما شما خبر داریم که گروه های چپی و در این زمان بنیادگرایان قرار داشتن، چنانچه پسانتر باز هر کدام واقعی 3 اخرب دستاورد خود قلمداد می‌کردند. هر چی که بود، هر کسی که این کار کرد در حقیقت در نظام جدید دموکراسی افغانستان یک ضربه بسیار شدید و جبران ناپذیر ایجاد کردن. خب به پالوی این مسائل داخلی البته مسائل دیگه هم بوده که ما باز در اگر در خدمت شما کدام سوال بیشتر نداشته، باز مسائل دیگه شه در گفتار بعدی خود تکمیل بکنیم. بسیار خوب. فقط گفتین که خود شاه معنویات خود باخته بود، در این مورد اگر کمی توضیح بتین ممنون میشم. همانطور که ما گفتم پادشاه چون در دوره حکومت دفعه اولی بود که توی حادثه رخ میداد که بین پلیس و پوانتون و جوانا و مظاهرات
شیان یک تصادم مسلحانه صورت گرفت و این بسیار خود اعلیحضرت هم یک آدم بسیار رقیق القلب بود. فلحاظ وقتی خبر برش رسید که فایر شده و دو سه نفر کشته شدن، نه زود تصمیم گرفت که چطور اصلاح کنیم، چطور از تصادم‌های دیگر جلوگیری کنیم که زیادتر نشه. از اون خاطر همین تصمیم گرفت که حکومت تغییر بده. بله، خیلی خوب استاد. در پشت از حادثه خب در تاریخ هم آنچه که آمده وقتی ایره آدم با حوادث بعدی، مخصوصا حوادثی که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ایجاد شد، این یک عمل بسیار انسانی هم بود. این استعفا فقط 3 نفر کشته شده، یک نخست وزیر استعفا داده، شاه مملکت متاثر شده. ولی ما خودم در تظاهرات مکاتب بودم در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق. در یک تظاهرات در پیش لیسه حبیبیه که طرف لیسه رابعه بلخی امروز ناهید شهید شد، دونمون روز ما تصور میکنم حد اقل تلفات به 300 نفر میرسید صاحبان، چی که ما بله از اونو شاید بودیم. بله اینی به تناسب از این کار کرد. خب حکومت ظاهرشاه مخصوصا دوران دموکراسی خیلی یک حکومت خوب و شایسته و لایق بوده که این همه به خون مردم ارزش قائل بوده. اگر شما در این مورد چیز گفتنی ندارین صاحب، میریم در قسمت بعدی فرمایشات شما. بفرمایید. در این قسمت توضیحات خود دادم دیگه، زیادت در جزئیاتش نمیریم، برای که چون موضوع تخریب قضایی و نشد همینطور ماند و آقای میوندوال هم نتونست که وعده خود وفا کنه، ماند تا به امروز یک رقم سردرگم مانده. اما راست بگه اینمی تاریخ افغانستان بسیار خود تاریک داره هنوز. بله بله، تاریخ افغانستان مثل یک کوه یخ است که اکثریتی از او زیر آب مانده است. یه خب من یک واقع سری اخرم گفتم، اما دیگر مسائل هم بود که باعث ازی شدن که مشکلات نظام دموکراسی رو در افغانستان ایجاد کردن. بعد از اینکه قانون اساسی توشیح شد و پارلمان روی کار آمد، پارلمان دفعتاً با حکومت دیگر از اینکه همکاری کنه، یک تعداد زیاد کسانی که در پارلمان بودن در حقیقت بر علیه دموکراسی موقف گرفتن که در اینجا طرفداران احزاب بنیادگرای اسلامی و چپی ها، هم گروه خلق و پرچم و هم گروه شعله‌ای ها، در حقیقت از مزایا، از آزادی های مندرج در قانون اساسی استفاده میکردن، اما در عین زمان با اعمال و حرکات خود بر علیه همین نظام کار میکردن که چطور او را سقوط بدن، که مسائل علائمش و مثالایش زیاد موجود است. یک اشتباه دیگه که در این دوره شدی بود که قانون احزاب توشیح نشد. وقتی قانون احزاب توشیح نشد، یکی دو سه حزب که بنیادگرا بودن، راست و چپ، اینا به صورت غیر قانونی به فعالیت آغاز کردن، در حالی که اون کسایی که غیر قانون بودن نظر به این که قانون توشیح نشده پس ما نباید که حزب سازی بکنیم، اینا در حقیقت میدان برای همین گروپ های افراطی باز ماند و ایدگرها میتونستن مانع از شوند با داخل شدن به ایجاد یا تأسیس احزاب معتدل و مطابق به احکام قانونی اساسی. اونا دور ماندن و در نتیجه همون شد که میدان بر از نو باقی ماند. در این زمان صدر داود خان هم فعالیت های خود آغاز کرده بود برای همین نظام. عقده‌ای که گرفته بود قدرت پس شده بود، از او میخواست که به یک ترتیب باید است برای این نظام فعالیت میکرد. دکتر یوسف خان یک روز برای من گفت وقتی که مخالفت های صدر داود خان زیاد شد، من یک روز در دوره‌ای که هنوز سر قانون اساسی یا کار میشد و سردار صاحب خبر دادن که میخوایم با شما ملاقات کنیم و ما در قرغه با هم دیدیم و من برای سردار صاحب گفتم که من خب به حیث همکار شما با شما 10 سال همکاری کردم و توانستیم که با کمک هم دیگر یک افغانستان پیش ببریم، کارهای بسیار کلان انجام بدیم. حالا امروز که
به هر دلیلی که بوده که ما به صحنه آمدیم، چون ما پایه اجتماعی قوی ندارم، شما پایه میشوید. یا این امرای ما یک جای همکاری کنیم، فرق نمیکنه که صدر اعظم نبودید، بیاین همکاری کنیم. هدف ما ایست که افغانستان پیش ببریم و یک جای شما مرا کمک کنید تا همین کشتی رو به ساحل مسئول برسانیم. اما متاسفانه که سلام داود خان از جا خیست، مجلس ترک کرد و گفت که نخیر، رای شما جداست، رای ما دیگر است. اگر سردار صاحب در موقت با همین حکومت همکاری میکرد، پشت قدرت نمیگشت، قدرت از دیده بود در تمام عمر خود، از مامور پایین رتبه تا به صدر اعظم مملکت در تمام قدرت ها را تیر کرده بود. اگر می آمد و با همین حکومت همکاری میکرد، شاید افغانستان همین مشکلات نمیدید. خب هر صورت او گزینه قدرت طلبی را اختیار کرد که نتایج پسانتر میدیم و در او باره در آینده صحبت خواهیم کرد. نکته بسیار اساسی دیگه در مشکلات دموکراسی جنبه بین المللی داشت. متاسفانه که کشورهای غربی، امریکا و ممالکی که دارای نظامهای دموکراسی بودند، این نظام افغانستان را حمایت زیاد نکردند. یک خود بی‌طرف گرفتن، دور گرفتن، حتی کمک‌های اقتصادی خود را میتونست بدیل باشه، انکشاف اقتصادی افغانستان را تشویق کنه، او را کم کردند. شما در احصایه ها ببینید کمک‌های ممالک به افغانستان در این دوره به معنی چی از اینکه شما با پاکستان روابطتون خوب کنید و چه میتون کنید نتون کنید، کمک‌های خود کم کردند، در حالی که اتحاد شوروی توسط عمال خود بسیار شدید فعالیت میکرد تا زمینه سقوط حکومت را و دموکراسی را در افغانستان برابر بسازد و چنانچه که در دو کودتا، هم 26 سرطان و هم 7 سود، همین هدف خود برآورده ساخت. یک نظر بسیار گزارا و همینطور مختصر بود، در باره هر نکته از یادم میتونه که ساعتها صحبت کنم. بسیار خوب استاد، وقتی برنامه ما و شما 3 دقیقه دیگه باقی مانده، اگر صحبت کنین ممنون میشم. بله، خب شوروی خب ما خبر داریم که از قدیم الایام به می مفکوره بود که در افغانستان یک مساج روحی میداده میشه برای زمامدار افغانستان. همیشه اعلان میکرد، در ابلاغیان نشته میکردند که افغانستان و اتحاد شوروی دوستیشان یک نمونه برای جهان است، برای بین ممالک پسمانده و اتحاد شوروی. از دو کشور افغانستان و شوروی دارای نظام‌های سیاسی اجتماعی مختلف هستند، اما دوستی بسیار نزدیک دارند. به کارهای که دیگه خود به امور داخلی که دیگه شد مداخله نمی‌کنند. یک مساج روحی بود که ما مردم آرام می‌ساخت، اما در زیر پرده کارهای خود پیش می‌برد، طرفدارای خود تخلیه می‌کرد و همه اونها را برای روز مبادا آماده می‌ساخت. حالای بعدیش دیدیم که پلان خود موفق شد و طی 2 کودتا که کودتای داود خان مرحله اول یک جنبه عبوری داشت، او را به وجود آوردن تا همین خلایی که از سیاست از چی پیدا میشه، از سقوط سلطنت در افغانستان پیدا میشه، او را توسط یک فرد از خود خاندان سلطنت پر کنند و آهسته آهسته باز وقتی که قدرت به شریک بسازند حزب خود در حزب کمونیست در قدرت، وقتی که متعین شدند که طرفدارایشان در اینجا قوی شدند و میتوانند که سیاست پیش ببرند، در کودتای دوم به هدف اصلی خود که عبارت از تعویض نظام اجتماعی و سیاسی افغانستان به طرف کمونیسم بود، به اون موفق شدند. کودتای داود خان چند درصد از طرف شوروی سازماندهی شد؟ خب سازماندهیش ما درست معلومات ندارم، اما کسانی بودند مثلا حسن شرق، چندین نفره بودند که در رأسشان نمیادم خراب داد. اینا در حقیقت اعضای کجیبی بودند. اون کتاب متروخیل موجود هست، در اونجا کلی مسائل گفته شده چطور کار میکردن. اینمی کسا را همکار ساختن با سردار داود خان و اونا در حقیقت در دوره 5 سال صدارت داود خان اونا آهسته آهسته خود را محکم ساختند. وقتی که سردار داود خان هیچ کمونیست نبود، خودش یک آدم وطن دوست بود، یک آدم افغانستان را ترقیش میخواست، پیشرفتش را میخواست، اما فریب خورد و ایره چون آدم احساساتی بود، از احساساتش سوء استفاده کردن
چنانچه اصلا شرق واضح نشته کرده و وقتی که داود خان در اواخر نمیخواست کودتا کنه و من رفتم برش گفتم که اگر تو کودتا نمیکنی ما میکنیم، ما نمیمانیم. تا اینجا پیش آمدیم. فلحاظ او را مجبور ساختند که همین کار انجام بده و او در حقیقت یک وسیله شد برای از اونا و بعد از اونا گرفتن قدرت برای خود و نتایج در دوره طولانی قدرتشان دیدیم. بسیار تشکر استاد بزرگوار. بیننده های گرامی، تشکر که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. یقینا با ما موافق هستین که هر فرمایش استاد بزرگوار جناب فرهنگ بخش از واقعیت های تاریخ بازگو میکنه و بازگویی ایشان بسیار استادانه است تا ما را متوجه بسازه که امی اشتباهات در تاریخ آینده تکرار نشود. مسلماً که برنامه در تاریخ ضبط میشه و در دل تاریخ میمونه، انشاءالله که نسل‌های آینده بتونه و ما هم به این آرزو اگرچه فعلا محال به نظر میرسه برسیم که بار دیگه وطنی داشته باشیم که سراسرش امنیت و صلح و آرامش باشه و مهمتر از همه برادری و عدالت و مساوات برقرار باشه. رادیو کتاب شما و در خدمت شماست. لطفاً با نوشتن نظر، سابسکرایب، لایک، انتقاد و پیشنهاد یاری کنین تا بیشتر مسئولیت رسانه‌ای خود انجام بده. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.